Hi, good afternoon. سلام، عصر بخیر. Good afternoon. Welcome to Cafe Delight. What can I get for you today? عصر بخیر، به کافه دلایت خوش اومدین. چی میل دارید؟ Can I have a cappuccino please? میشه لطفاً یک کاپوچینو برام بیارید؟ Of course. Would you like it small, medium or large? حتما. سایزشو کوچیک، متوسط یا بزرگ میخواهید؟ Medium please. متوسط لطفاً. Sure. Do you want an extra flavor like vanilla or caramel? حتما. طعم اضافه هم میخواهید مثل وانیل یا کارامل؟ Oh yes. Can you add caramel please? بله. میشه کارامل هم اضافه کنید لطفاً؟ Absolutely. Anything else for you? حتما. چیز دیگه هم میخواهید؟ Actually, I like a muffin too. What flavors do you have? در واقع یه مافین هم میخوام. چه طعمایی دارید؟ We have blueberry in banana walnut. مافین بلوبری و گردویی داریم. I will go with the blueberry muffin. من مافین بلوبری میخوام. Great choice. انتخاب خوبیه. همین کافیه؟ Yes, thank you. How much is it? بله ممنون. قیمتش چنده؟ That would be $7.50. میشه $7.50. Here's $10. Keep the change. اینم $10. بقیهش برای خودتون. Thank you so much. Your order will be ready in a few minutes. Please wait at the counter. خیلی ممنون. سفارش شما تا چند دقیقه دیگه آماده میشه. لطفاً کنار پیشخوان منتظر بمونید. Thank you. ممنون. داخل گفتگوهامون یه سری جملات پرسشی و پرکاربرد داریم مثل Can I have? Could you? Do you want? Would you like? اینا جملات پرسشی و پرکاربردن که دونستنشون میتونه داخل مکالمه روزمرهمون بهمون کمک کنه. یه سری عبارات برای انتخاب داشتیم مثل small, medium or large یا اینکه what flavors do you have. یه سری عبارات برای پرداخت داشتیم مثل how much is it. Keep the change. اینا یه سری چیزا بودن که باید بلدشون باشیم. در مورد جملاتی که مفیدن و پرکاربردن و مؤدبانه گفتیم. Can I have? I like to order. Could you please? یه سری مثال عملی که بخوایم بیاریم میتونیم بگیم میتونید چند تا نوشیدنی مختلف رو خودتون الان برای خودتون مثال بزنین داخل این جمله های پرسشی. مثلا I would like to order hot chocolate. این یه مثال عملیه. خب دومین نکته که ما یه سری سوالا رو باید بلد باشیم. مثلا what sizes do you have? Do you have non-dairy options? What flavors are available? حالا قسمت های پرداخت در مورد تعامل پرداخت میتونیم یه سری عبارات مرتبطش میشه شامل how much is it؟ قیمتش چنده؟ Can I pay by card؟ میتونم با کارت پرداخت کنم. Keep the change. بقیهش برای خودت. مثلا من الان یه قیمتی رو به شما میدم، تو میتونی از روش‌های پرداختی استفاده کنی و بگی مثلا کدومش رو میخوای انتخاب کنی. That would be $10. داخل کافه نشستی میخوای بگی چقدر طول میده که سفارشم آماده بشه. میتونی از این کلمات از این عبارات استفاده کنی. How long will it take? Is my order ready yet? Can I get it to go please? الان یه سوالی میپرسم. How long does it take to make a cappuccino? Can I have my order for takeaway? الان یه سری نوشیدنی ها، افزودنی ها، اندازه ها رو من بهت میگم. میتونی داخل اون مکالمه استفادهش کنی. خیلی به کارت میاد. نوشیدنی ها مثل hot chocolate, iced coffee, cappuccino, tea, espresso, latte. واسه افزودنی ها مثل sugar, vanilla. واسه اندازه ها مثل small, medium and large. حالا من 2 سوال میپرسم. جوابش بستگی به خودت داره. What would you order in a cafe? How would you ask for a large coffee? یا اینکه would you like milk or sugar? چجوری جواب میدی به این سوال؟ چجوری میگی که نوشیدنیتون گرم میخوای یا سرد میخوای؟ What's your favorite drink and how would you order it? You are at a cafe and you want a medium latte. How do you order it?